تا حالا شده یه لحظه وایسی به خودت نگاه کنی و با خودت بگی من واقعا کیم؟ چرا یه سری چیزا تو زندگیم هی تکرار میشه؟ یه باور قدیمی هست که میگه ماه تولدت فقط یک عدد نیست، یه جور راهنمای پنهانه. نه از اون راهنمایی که بهت بگه چی بپوش چی بخور، از اونایی که ته دلت یه چیزی رو روشن میکنه که تو بیشتر خودتو بشناسی. هر ماه یک انرژی خاص داره، یک حیوان نمادین که میتونه نشونه یه تکه پنهان از وجودت باشه. مثلا شاید دلیل این که با بعضی از آدما سریع صمیمی میشی یا اینکه همیشه یه قدم جلوتر از بقیه‌ای همین ها باشه. بعضی وقتا هم دلمون میخواد یک چراغ روشن بشه، یه چیزی یا یه کسی بهمون بگه ببین این هم یه بخشی از وجود توئه که تا حالا ندیده بودیش. تو این ویدیو قراره با اون نماد درونیت یا حیوان روحیت روبرو بشی، همون موجودی که شاید تا حالا فقط یه حس مبهم ازش داشتی. مثلا ممکنه روح تو با یه شیر یا روباه گره خورده باشه، آروم، مرموز و قدرتمند. حالا بیا یه لحظه همه چیزو بذار کنار و این ویدیو رو نگاه کن. ببین این داستانی که قراره بشنوی چقدر بهت نزدیکه و در پایان اگه حس کردی یه جرقه تو دلت روشن شده حتما نظرتو برام کامنت بذار. آماده ای بریم با هم حیوان روحی ماه تولدتو کشف کنیم و خصوصیاتتو بررسی کنیم؟ سلام، من الهام و اینجا فرکانس ثروته. دوست دارم بهتون آگاهی های ناب بدم. تو این محفل دوستانه حتی اگه یه نفر زندگیش متحول بشه من رسالت خودم رو انجام دادم. خدای شکرت در کنار همیم و در مسیر رشد آگاهی هستیم. اگه متولد ماه ژانویه هستی حیوان روحی تو گرگه. خیلی به خانواده و دوستات وفاداری، پشتیبان خیلی خوبی هستی. گرگ‌ها رهبران ذاتی خوبی هم هستن. خیلی به راحتی میتونی یه گروه رو رهبری کنی و هدایت کنی و تصمیمات عالی بگیری. قوی و مستقلی، خیلی هوشمندی و درک عمیقی از اطرافت داری و خیلی سریع مشکلات و موقعیت‌ها رو تحلیل می‌کنی. شجاع و جسوری و ارتباط عاطفی قوی داری. در جمع افراد فردی قابل اعتمادی. اگه متولد ماه فوریه هستی حیوان روحی تو جغده. جغد نماد عقل و تفکر عمیقه. تو معمولاً اهل تأمل، مطالعه و جستجوی دانشی. توانایی دیدن حقایق پشت پرده و فهمیدن چیزهایی که دیگران نمیبینن رو داری. ترجیح میدی در آرامش باشی و بیشتر فکر کنی تا حرف بزنی. اهل گوش دادن و مشاهده کردنی. شخصیت اسرارآمیزی داری و معمولاً با دقت رفتار میکنی. قبل هر کار مهمی همه چی رو میسنجی. افراد اطرافت به توانایی و تجربت اعتماد کامل دارن و راهنمای خوبی هم هستی. جغد در تاریکی و شرایط دشوار به خوبی میبینه و راه میره تا هم توانایی انطباق و مدیریت مشکلاتت رو داری. اگه متولد ماه مارس هستی حیوان روحی تو دلفینه. دلفین ها باهوش و کنجکاون و همیشه دنبال یادگیری و کشف چیزهای جدیدن. اجتماعی و دوست دارن با دیگران ارتباط بگیرن و به دیگران کمک کنن. بازیگوش و خوشروحیه هستن. حال و هوای خوب و انرژی مثبتن و سعی میکنن اطرافیانشون هم خوشحال کنن. نسبت به دیگران مهربان و دلسوزن و درک عمیقی از احساسات دیگران دارن. توانایی بالایی در حل مسائل دارن چون باهوش و خلاقن. هرچند اجتماعی‌اند اما دوست دارن آزادی عمل داشته باشن و مستقل باشن. اگه متولد ماه آوریل هستی حیوان روحی تو شاهینه. شاهین ها دید وسیع و آینده نگری عالی دارن. شاهین نماد قدرت، تسلط و شجاعته. در مواجهه با چالش ها قوی و جسورن. آزادی و استقلال واسهشون مهم و دوست دارن مسیر خودشون رو بدون محدودیت طی کنن. توانایی تمرکز عمیق روی اهداف رو دارن و در تصمیم گیری ها مثل شاهین سریع شکار میکنن و سرعت عمل بالایی دارن. رهبران خوبی هم هستن. اگه متولد ماه مه هستی حیوان روحی تو اسبه. اسب نماد عشق به آزادی و کشف دنیای جدیده. دوست داری مستقل باشی و راحتو خودت انتخاب کنی. همیشه پر انرژی، پر جنب و جوش و فعالی و از استوب کردن خسته میشی. شجاع و مقاومی. زندگی رو با شوق و اشتیاق دنبال میکنی و سعی میکنی حال بقیه رو هم عالی کنی. روابط دوستانه و همکاری با دیگران برات مهمه. عشق به طبیعت و زیبایی داری و وقتی در فضای باز و طبیعت هستی آرومی و انرژی بالایی داری. اگه متولد ماه ژوئن هستی حیوان روحی تو گوزنه. گوزن‌ها نماد لطافت و مهربانی هستند.
درونگرا و دل مهربونی دارند. نسبت به احساسات دیگران خیلی آگاه و حساس هستند. گوزن‌ها نه فقط زیبایی فیزیکی بلکه زیبایی در رفتار، گفتار و اخلاق دارند. شخصیتی دلنشین و آرامی دارند. حس ششم قوی دارن و درک عمیقی از محیط و آدم‌های اطرافشون دارن. اهل صلح، تعادل و زیبایی هستند. اگرچه ظاهری آروم و لطیف دارن، اما در درونشون قدرتی محکم و آرام بخشی نهفته. اگه متولد ماه جولای هستی، حیوان روحی تو خرسه. خرس نماد قدرته. تو انسانی نیرومند با اراده و مقاوم هستی که در شرایط سخت عقب نمی‌کشی. خرس‌ها از خانواده و اطرافیانشون با تمام وجود محافظت می‌کنند و به شدت وفادار، دلسوز و حامی هستند. با اینکه ظاهری قوی دارن، اما از درون پر از تفکر، تعمق و خردمندی هستند و گاهی از جمع فاصله می‌گیرن تا فکر کنند. از درون آرام هستن و این آرامش رو به دیگران منتقل می‌کنند. مستقلن و دوست ندارن به دیگران وابسته باشن. خرس‌ها در زمستان و در خلوت خودشون رو بازسازی می‌کنن. تو هم گاهی با تنهایی و درونگری رشد می‌کنی. اگه متولد ماه آگوست هستی، حیوان روحی تو شیره. شجاع، با وقار، رهبر و با نفوذ. اعتماد به نفس قوی داری و وقتی وارد جایی میشی حضورت احساس میشه. شیرها رهبرانی طبیعی و توانایی هدایت دیگران، ایجاد انگیزه و گرفتن تصمیم‌های بزرگ رو دارند. از چالش‌ها نمی‌ترسند و توان مقابله با سخت‌ترین شرایط رو دارند. اصلا قوی بودن یکی از ویژگی‌های بارزشونه. غرور سالم و شرافتمندی دارند. مثل شیر از قلمرو خانواده و اطرافیانشون محافظت و دفاع می‌کنند. وقتی کسی رو وارد دایره زندگیشون می‌کنن بهش وفادار و متحدن. حتی وقتی حرف نمیزنن هم حضورشون حس میشه. دوست دارن دیگران بهشون احترام بذارن چون خودشون به اونها احترام میذارن. اگه متولد ماه سپتامبر هستی، حیوان روحی تو روباهه. تو فردی زیرک، باهوش، خلاق و انعطاف پذیر رو میتونی در هر شرایطی راهی پیدا کنی. همیشه یک قدم از بقیه جلوتری. قدرت تحلیل بالایی داری و خیلی وقتها با سکوتت بیشتر از حرف زدنت اثر میذاری. با دیگران گرم و مؤدبی ولی همیشه هوشیار و دقیقی. پیچیده‌ترین مسائل رو با راه حل‌های خلاقانه حل می‌کنی. با هر شرایطی خودتو وقف میدی و روباها در دل خطر هم که باشن راه فرار رو بلدن. روی پای خودت هستی و وابسته کسی نیستی. شوخ طبعی هوشمندانه‌ای داری که اطرافیانت رو جذب می‌کنی. این شوخ طبعی همیشه همراه با دقت و فکره. قبل انجام هر کاری محیط رو میسنجی و با چشم باز عمل میکنی. دیگران اصلا نمیتونن فکرتو بخونن. همین مرموز بودنت موجب جذابیت و قدرتت میشه. راستی یادت باشه از هوش بالا در مسیرهای درست استفاده کنی. اگه متولد ماه اکتبر هستی، حیوان روحی تو کلاغه. فردی باهوش، کنجکاو، رازآلود و بسیار شهودی. به راحتی فریب نمیخوری. عمق اتفاقات رو متوجه میشی و قدرت تغییر و تحول درونی بالایی داری. گاهی در سکوت بیشتر از 1000 کلمه حرف میزنی. کلاغ‌ها باهوش‌ترین پرندگان روی زمین هستند. حافظه قدرتمندی دارند. حس ششم قوی و درک عمیقی از احساسات، نیت‌ها و فضاهای اطرافشون دارند. چیزهایی رو حس میکنن که دیگران نمیتونن حتی تصورش کنن. کلاغ‌ها با مرگ و تولد دوباره در ارتباطن و تو هم توانایی شگفت انگیزی در عبور از بحران‌ها و دوباره ساختن خودت رو داری. دیگران به راحتی نمیتونن بهت نفوذ کنن یا تو رو درک کنن. دنبال حقیقت‌های پنهان میگردی. قدرت واقعی تو در اینه که واقعیت‌ها رو میبینی، حقیقت رو میفهمی و میتونی حتی در تاریک‌ترین لحظه‌ها راهی به نور پیدا کنی. اگه متولد ماه نوامبر هستی، حیوان روحی تو ماره. مار یکی از قدرتمندترین نمادهای حیوانی در فرهنگ‌های باستانیه و اغلب با تغییر شفا، خرد پنهان و انرژی درونی پیوند داره. تو فردی درونگرا، شهودی و بسیار تحول پذیری. در سکوتت هم قدرته. در نگاهت آتشی خاموش که وقتی لازم باشه فوران میکنه. مثل پوست انداختن مار تو بارها در زندگی خودت از دوباره شروع کردی و تغییرات بزرگی رو داشتی. با حس ششم قویی که داری به راحتی فضاها، نیت‌ها و انرژی‌های اطرافت رو حس می‌کنی. توانایی شفا دادن رو داری. گاهی با حرف، گاهی با حضور، گاهی با فهمیدن. زیاد اهل نمایش و تظاهر نیستی،
اما در سکوتت قدرت و نفوذ عالی داری. همه چیزت رو به راحتی فاش نمی کنی و از خودت و حریمت محافظت می کنی. این رازآلود بودنت باعث احترام و گاهی ترس در دیگران میشه. راستی یادت باشه درونگرا بودن زیاده تو رو از جامعه و اطراف خیلی دور نکنه. اگه متولد ماه دسامبر هستی، حیوان روحی تو آهوه. دلی مهربان، با احساس، هنرمند، دلنازک و در عین حال قوی. زیباییت فقط در ظاهرت نیست، بلکه در نگاه، رفتار و قلبت هم جریان داره. با کوچکترین نشانه ها عمیقاً احساسی میشی و کلاً با قلبت زندگی میکنی، نه فقط منطق. تو سرشار از انرژی نرم و دوست داشتنی هستی و دیگران در کنار تو احساس امنیت و آرامش دارن. به راحتی احساسات دیگران رو حس می‌کنی. دلرحمی و خیلی وقتها دیگران رو به خودت ترجیح میدی. آهو نماد زیباییه، چه در سلیقه، چه در رفتار و نحوه ارتباط با دیگران. کلاً لطافت و زیبایی خاصی داری. از درگیری خوشت نمیاد و بیشتر دنبال صلح، آرامش و هماهنگی هستی. به هنر، طبیعت، شعر یا احساسات عمیق علاقه‌مندی. به انتهای ویدیو رسیدیم. آیا واسهتون جذابیت داشت و درست بود؟ بیا تو کامنت ها بنویس حیوان روحی تو چی بوده؟ آیا با خصوصیات ذاتی تو تطابق داشت؟ ازت ممنونم که حوصله کردی و تا انتها همراه هم بودی. خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از کانال من حمایت کنی.